الان یه جوونی ازدواجش دیر شده باشه، همچین حق به جانب میگه ببین من چند ساله میخوام ازدواج کنم، بابا مادرم نمیذاره یا فلان مانع هست، آها آدم تنهایی نابود میشه. فقط هم نیازهای جنسی اصلا مطرح نیست، نیاز روحی به این ارتباط کلافه میکنه آدمهایی رو که سن ازدواجشون رو تأخیر میاندازن. این که حالا یه پرانتز عرض بکنم، نیاز روحی برای ازدواج انقدر بالاست که وقتی نبود آدمها دچار معصیت بشن، امر زیاد بعیدی نیست. چون این انسان آرام نیست، قرار نداره، سر جاش نیست، تأمین شده از نظر عاطفه نیست. خب یه مقداری دچار اختلال روحیه میشه، یه مقداری دچار عدم تعادل میشه. تو این وضعیت عدم تعادل روحی طبیعی گناه بکنه. وای بر کسانی که از سالها قبل در این کشور کار کردن و هنوز درست نشده، هنوز جبران نشده و ازدواجها رو به تأخیر انداختن، سن ازدواجها رو بالا بردن. اینها ضربات مهلکی به جامعه میزنه. از زمان طاغوت غربی‌ها اومدن مملکت ما رو یه جوری تحت تاثیر قرار بدن، فرهنگش رو، که ازدواج به تأخیر بیفته. من والا به خدا نمیدونم اینایی که میرن تو مجلس، اینایی که میرن تو دولت، اینایی که میرن مسئولیت ها رو به عهده میگیرن، یه دفعه چه ذهنی پیدا میکنن؟ چرا به فکر اساسی ترین نیازها نیستن؟ الکی مردم رو به گناه وادار میکنن. کی انگیزه داره با خدا ارتباط خودش رو قطع بکنه؟ ازدواج ها رو زمینش رو فراهم کنید. آقا لازم آموزش پرورش نظامش تغییر پیدا بکنه، سن دیپلم کاهش پیدا بکنه، مردم تکلیف زندگیشون رو خیلی زودتر مشخص کنن. خب این یه مقدار عقل میخواد و همت. الان یه جوانی ازدواجش دیر میشه، چقدر ناراحته، چقدر ناآرامه، چه قوانینی باید اصلاح بشن اینها رو درست بکنن که هر کسی راحت بتونه ازدواج رو انجام بده در وقت نیاز خودش. بگذاریم از فرهنگ بسیار زشت بعضی از پدر مادرها که پسر جوانش میاد پیش من، باور کنید کم نبوده مواردی که مهندسی داره میخونه یا داره پزشکی میخونه، میگم میخوام ازدواج کنم، همکلاسی خوبم دارم، میخوایم با هم ازدواج کنیم، آدم خوبی هم هست، جوونم جوون با حیا، میگه چند ساله مادرم اجازه نمیده، میگه باید تخصص پزشکی تو بخونی بعداً بری ازدواج کنی. میگه این اصلا مکر ابلیسه، عین فرمان ابلیسه. یعنی چی؟ برای چی آخه؟ روحش و شخصیتش رو نابود میکنی برای عنوان پزشکی. ازدواج خوبی بکنه تخصصش هم بهتر خواهد گرفت. مگه جوان تو رباته؟ یا دختر دم بخت داره، نه باید تکلیف دانشگاهش مشخص بشه، امسال کنکور چی نشده، سال بعد کنکور ببینیم چی میشه. حالا مثلا رفتن یا نرفتن دانشگاه مگه چقدر اهمیت داره نسبت به اصل وجود او، اصل آرامشش، اصل ارتباطش با خدا؟